این سالاد رو من اولین بار توی پیج ماریس دیدم. بریم با هم درستش کنیم. اول ذرت‌ها رو میذاریم با دمای کم آب پز بشه. بعدش هم به این شکل بلند بلند خوردش میکنیم. خیلی قشنگتر میشه سالادمون. بعدش هم قارچ‌ها رو میذاریم آب پز بشه. یک کوچولو با کره تفت میدیم. جعفری تازه هم به دلخواه میتونین خورد کنین و به سالاد اضافه بکنین. خیلی طعمش رو بهتر میکنه. برای سس این سالادم تصمیم گرفتم سس مایونز رو با یکم سس سیلانترو میکس بکنم. سس سیلانترو رو من از تریدر جو خریدم. اگم در دسترستون نیست میتونین گیشنیز رو با آب لیمو و سرکه و سیر و ادویه‌جات مخلوط بکنین. با یک کمی روغن زیتون خوب میکسش کنین و اضافه کنین به سالادتون. این سالادم به اندازه زیادی نمک، فلفل و دانه های سیر میخواد و به آرومی هم دن این که دانه های ذرت از هم جدا نشه و نوش جونتون.